خانومی که تماس میگیری از من میخوای حقایق رو برملا کنم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من، بی ناموس، بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. به این ایمیل گوش کن. یه دختر 8 ساله فرستاده. من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمیزنم که. من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که. من نمیخوام رئیس جمهور بشم، نمیخوام رئیس مجلس بشم. من فوقش رئیس رادیو تلویزیون ملی ایران رو هم بدن من قانم. یه دختر 8 ساله این ایمیل رو فرستاده. آقا عوضی که زنگ میزنی فحش، کجا بودم؟ آها، بی شرف، وطن فروش، آشغالی که زنگ میزنی اینجا فحش میدی. این ایمیل یه دختر 8 ساله فرستاده، خواهر 8 ساله تو، هموطن 8 ساله تو، بی غیرت. گوش کن. این ایمیل رو نشون بدی. ایمیل رو نشون بده. خاک تو سرت با اون ایمیل نشون دادنت. برگرد. یه دختر 8 ساله ایرانی این ایمیل رو برای من فرستاده. با قلبش، با قلمش، با روح پاک ایرونیش، با روح آریاییش این ایمیل رو فرستاده. میخوام دقت کنی. نوشته جیگر طلا. مگه من قرار نبود دیشب بیای تو چت روم؟ نه این نیست. بله همینه. دختر 8 ساله از ایران، از وطنم، از پاره تنم اینو نوشته. درود بر شما آقای بهرام آریایی عزیز. درود بر تو دخترم. آقای بهرام آریایی، ما در اینجا هیچ تفریحی نداریم، هیچ امیدی نداریم، هیچ خوشی نداریم. پس دلمان به کی خوش باشد جز به شما و کانال شما. پس اگر ممکنه از هر جور که می شود این کانال را حفظ کنید تا ما شما را ببینیم و آگاه باشیم تا همه چی آزاد شود و ما خوش باشیم. این موهای تن من سیخ. مو به تن آدم سیخ میشه، اشک به چش آدم میاد. پوفیوز زنگ میزنی فحش میدی. اینو یه دختر 8 ساله نوشته با روح پاکش. من اصلا کسی نیستم دخترم. در مقابل روح آریایی تو، عشق وطن تو، همه چی تو، من کسی نیستم. چرا فکر میکنید من اینجا سنگ خودم رو به سینه میزنم؟ چرا فکر؟ من کار میکنم، من زحمت میکشم. تو و امثال تو دختر 8 ساله با روح آریایی خودت، با فکر آریایی خودت، با جسم آریایی خودت این کانال رو حفظ میکنید. با 200,000 دلار. با 200,000 دلار این روح پاک آریایی، این کانالی که مال تو حفظ میشه. ولی منم بلدم گدایی کنم، حمال. منم بلدم گدایی کنم مثل این یارو حسنی بده بد پاشم برم ننم و بابام و میمی و کامی و رامی و همه رو بردارم ببرم تو اون حراج کده مال و جان و ناموس و کثافت تو دبی کنسرت بدم، پول جمع کنم. من گدایی نمی کنم. من برای وطنم، به عشق وطنم و به هموطنم میفروشم. این آب ایرانه. عوضی این آب ایرانه. این خاک ایرانه. این خاک شمرون تهرانه. 1000 دلار. این خاک پیچ شمرون 400 دلار. این خاک تهران پارس 870 دلار. من کار میکنم. این پرچم ایران دونه 1 دلار.
باد ایران هم هست که تازه رسیده. این باد میدون آزادی $1000. این باد دربند $1000. اینو از اون ور میاریم. 2 تا چیز دیگه هم هست مسافری میرسه که از بقیه این بادا ارزون تره. اینا 3 تاش $100. باد فتح، باد فتح ایرانی، باد فتح پاک آریایی.